سلام دوستان، امروز اومدیم ببینیم که آیا تو درباره پاندای کنفوکار 4 آیا ویلن پاندای کنفوکار 4 قوی بود یا ضعیف بود. میدونم شاید خیلیاتون از این ویلن بدتون بیاد، ولی نکات مثبتی هم داره که باید بگم. از نظر قوی بودنش یا حرفایی که میزد باید درباره اون صحبت کنیم. بریم درباره‌اش صحبت کنیم. 1 2 3. خب بریم درباره این صحبت کنیم که آیا آفتاب پرست ویلن قوی بود تو پاندای کنفوکار 4 یا نه. خب شاید خیلی از این ویلن بدتون بیاد، از این حرف زدنش نمیتونید خوب باش ارتباط بگیرید، مثل ویلن‌های قبلی شین، کال، تایلان که خیلی قوی بود، خیلی خوب بود. این ویلن هم نکات مثبتی داره، مثلا قوی بودنش. بریم درباره قدرتش صحبت کنیم. مثلا شاید بگید این ویلن کپی از کایه. کجاش کپی از کایه؟ کای میتونست تبدیل به اژدها بشه، مثلا اژدهای از ترکیب خودش، تایلان، شن نمیتونست. اون آخر فیلم میبینیم که تبدیل به یه اژدهای گنده شد از ترکیب خودش، عقرب، کای، شن، تایلان. بس ما این نکات مثبت توش میبینیم. بعدش هم کای نمیتونست شبیه دیگران بشه، ولی این آفتاب پرست میتونه. بس آفتاب پرست هم میتونه شبیه دیگران شه، هم قدرتی بوده. آره قبول دارم، اگه اصلا خرد و نداشت میتونست از دیگران، نمیتونست از دیگران قدرت بگیره، ولی بالاخره داشت دیگه، به دستش آورد، خیلی راحت هم به دست آورد. ولی کای نتونست این رو از عجله‌ای به دست بگیره، از عجله‌ای بگیره، ولی آفتاب پرست به راحتی تونست. آفتاب پرست حتی میتونست به شرورای قوی رانی کنه. خب از نکات مثبتش اینا بود. خب بریم سر داستانی که براش طراحی کردن زیاد جالب نبود. خودتون هم میدونید، مثلا بهونه یه روز من کوچیکم. اینجا یه تئوری هستش که من فهمیدم و بعدم بهتون میگم توی یه شورت ویدیو. آره داستانش یه ذره مسخره بود. من کوچیکم، شاید اینجا یه خیانت باشه. مثلا مانتیس که یکی از اعضای خوبه که ما همش دوستش داشتیم، اونم دوست داشتیم، تو 5 آتشین بود، تونسته بود کنفو یاد بگیره. این جای سواله، ولی آفتاب پرست که مانتیس بزرگتره و قوی تره نتونسته. گفتم اینجا یه تئوری مطرح میشه، ولی تو بعدم بهش میپردازیم. اینجا خودش یه خیانته. فکر میکردن آفتاب پرست پلیده، بده، آدم مثلا آفتاب پرست بدیه، به خاطر همین بهش کنفو یاد ندادن، میدونستن چیز بدی اتفاق میفته، ولی شاید میخواست تو از کنفو خوب استفاده کنه، به خاطر همین هم رفت دست به کارهای بد زده، مثل شبیه شدن به دیگران، های جادوگری چیز. بله داستانش اونقدر بد نیست، ولی همین که یه تصویرهایی از داستانش نشون ندادن اینو یه ذره سخت کرده که قبولش کنیم این ویلن خوبیه. یعنی همه این کارو واسه این بود که وادارم کنی عصای خردو بدم به تو؟ آخه چرا؟ من از اولم فروتنانه اومدم و آرزو داشتم چیزی بیشتر از این بشم. من احترام و قدرت میخواستم استاد کنفو باشم. چی شده؟ من از هر سالن تمرینی که میرفتم طرد میشدم. اونا به هم میگفتن من خیلی کوچیک و خیلی پستم و کنفو سرنوشت من نبود. بنابراین من راه دیگه ای رو انتخاب کردم، جادوگری. مثلا خوب میتونیم باش ارتباط بگیریم. مثلا کای یک ویدیویی درباره گذشتهش بهش نشون دادن، به ما نشون دادیم. یا مثلا شن یه ویدیو درباره گذشته دیدیم ازش، یا تایلان اونم یه ویدیو دیدیم از گذشتهش، ولی آفتاب پرست ویدیویی نداره و ندیدیم. اگه مثلا این ویدیو میذاشتن توی خود فیلم، ما گذشتهشو میدیدیم چه اتفاقی براش افتاده، مثل کای، تایلان، شن. خب شاید
میتونستی بهتر باش ارتباط برقرار کنی و بیشتر درکش کنی، ولی بعضیا نمیتونن ارتباط باش برقرار کنن و میگن بدترین ویلن کل سری پاندای کنف کنه. البته اونجوری نیست. از نظر قدرت که حرف نداره، خیلی خوبه قدرتش. براتون الان توضیح دادم کارهایی که کای، شن، تایلان نمیتونست انجام بده دیگه آفتاب پرست میتونست انجام بده. تبدیل به خود پر شد، قدرتهای خود پر رو داشت. یعنی آفتاب پرست خود کایی با یه چیزی بیشتر، بس یه قام قوی تر از کایه. بریم درباره صحبت کردنش. من از طرز صحبت کردنش خوشم میاد. شما رو نمیدونم ولی من از طرز صحبت کردنش خوشم میاد. با کنایه جواب میده، با خشم جواب میده، صبر داره، یه جورایی مثل آره دیگه خودتون میدونید. یکی دوباره تنهاست؟ خب حالا این منصفانه نیست. من مجبور میشم یه احتمالاتی رو در نظر بگیرم. استاد کبرا برای ما پرنسس آفتاب پرست تعظیم مخصوص منه. بارگاهمو در اختیارتون میذارم. این خیلی خفنه. مثلا صبر داره، با صبر جواب میده، با کنایه. مثلا یه جا من تو فیلم دیدم که گفتش که میخوای مثلا چیکار کنی با من، ولی آفتاب پرست گفت ما اونقدر با هم تفاوت نداریم. همین کنایه زدنه باعث میشه که بر من جذابی بشه. و یه چیز دیگه هم که دربارش باید بگم، با شبای دیگه متفاوته. داستانش، قدرتش، یه طرز حرف زدنش. تازه شبیه زنم هست، بله زنه. و همین نکات مثبت رو درونش دیدم و گفتم با شما در اشتراک بذارم. طرز جنگیدنش هم عالیه، کنفو بلده یه جورایی. البته شبیه دیگران میشه کنفو بلده. من از اونجایی که با ژن جنگی خیلی خوشم اومد. داشت ژن رو خفه میکرد. زیادم خشن نیست، اونقدر مثل تایلان مخصوصا شن اونقدر خشن نیست، ولی میتونیم مثلا باش یه ذره ارتباط برقرار کنیم. اونقدر بد نیستش که میگن. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. راستی لایک و کامنت یادتون نره. حتما تو کامنت ها بگید که آیا این شرور یا ویلن پاندای کنفکار 4 جالب بود یا نه، خوشتون اومد ازش یا نه. ممنونم، خدا نگهدار. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه دوست داشتید لطفا لایک